جمعه 8 مهر ماه در زاهدان چه اتفاقی افتاد؟ چرا اسم جمعه سیاه گرفت و چطور اعتراضات در سیستان و بلوچستان، یکی از محرومترین استان‌های ایران، علیرغم سرکوب گسترده ادامه داشته؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم. به شما در صفحه 2 خوش آمد می‌گویم. سلام. زاهدان و در کل استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر و در پی جمعه خونین ناآرام بوده. همین امروز 2 مأمور سپاه در میدان تامین اجتماعی زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند. روز جمعه 8 مهر نماز در مسجد مکی برپا بود و زاهدان ملتهب بود. خبر تجاوز به دختر 15 ساله توسط یک فرمانده نیروی انتظامی را یکی از امامان سنی منطقه در راسک تایید کرده بود. البته تحولات مربوط به مهسا امینی هم از پیش باعث گردهمایی و شعارهایی شده بود. یکی از 2 هفته قبل از آن شروع اعتراضات در ایران را رقم زده بود. تصاویر آنچه روز جمعه در زاهدان اتفاق افتاد مشابه فیلم جنگی بود. خاک و خون و آتش. تا این لحظه روایت جمهوری اسلامی از آنچه در زاهدان گذشت با آنچه فعالان بلوچ از شرایط و شیوه کشتار و دلیل تیراندازی میگویند همخوان نیست. شمار کشته شدگان که بسیاری از آنها کودک بودند به گفته عفو بین الملل دست کم 93 نفر بوده، اما جمهوری اسلامی آماری بسیار کمتر ارائه کرده و میگوید شماری از نیروهای خودش هم در میان کشته شدگان بودند. آنچه میبینید صحبت‌های اسماعیل شهبخش، عموی فرزاد شهبخش است که در مسجد مکی کشته شد. روز جمعه مورخ 8 مهر ساعت 10 صبح قرار بودن که با هم دیگه بریم برای مصلی مکی که متاسفانه ماشین من خراب بود و هر کار کردم درست نشد. خودشون دیگه گفتن که ماشین تو دیر آماده میشه، من میرم مصلی مکی در بسته میرم و رفتن برای ادای نماز جمعه. و وقتی ما با خبر شدیم که نیروهای نظامی تعرض کردن به سمت نمازگزاران مصلی مکی خیلی نگران شدیم. به ما خبر دادن که فرزاد از ناحیه کلیه زخمی شده، مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و در بیمارستان خاتم الانبیا هستن. و ما هم نگران شدیم و سری خودمون رو به هزار بدبختی رسوندیم به بیمارستان خاتم الانبیا، چون همه جای شهر زاهدان دود بود و آتش بود و صدای شلیک. اصلا مشخص نمیشد که از کدوم قسمت صدای گلوله مثلا میاد. همه جا هم اینطور بود. و وقتی به بیمارستان خاتم الانبیا رسیدیم، قسمت اورژانسش، ایستگاه پرستاری که مراجعه کردیم، 3 برگه اونجا بود که تو هر برگه 10-15 تا اسم بود. همشونو با عجله و با نگرانی نگاه کردم. متاسفانه بازم اونجا اسم فرزاد نبود. لیست زخمیا بود، تقریبا 3 برگه بود، رو هر برگه 10 تا 15 اسم بود. بعد یه خانم از همون قسمت اومد 5 یا 6 برگه داشت دستش، تقریبا تو هر برگه به نظر من 18 یا 20 نفر اسم بود. بیشون گفتن که عزیز ما رو آوردن در اینجا بر بیمارستان که مجروح شده، ولی تو قسمت مجروحان نبود. بعد از این که اسمشو گفتم فرزاد شهبخش، حتی خودش به من گفت فرزاد شهبخش فرزند ابراهیم. وقتی که اسم و فامیلشو گفتم، اسم پدرشون خودشون به ما گفته. بهش گفتم بله فرزند ابراهیم. گفته ایشون تو قسمت فوتیای، که اصلا باورم نمیشد. انگار دنیا رو سرم خراب شده و از ناحیه قلبشون از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودن. همون یه گلوله باعث شهادتشون شده بود. یه سری خراش بود رو کلیه سمت راستش که احتمال دادیم موقعی که افتاده احتمال رو کلیه راست، رو دست راستشون افتاده بود. بعد از اون دیگه اصلا متوجه نشدم چه حالی داشتم. با گریه و هر بغضی که داشتم نمیتونستم جلوی گریه‌مو نگه دارم. دیگه رفتیم بیرون. وقتی اونجا خبر شهادت رو به مادرشون موندم که چطور بگم، ولی با صدای گریه و حالتی که داشتم خودشون متوجه شدن که شهید شده، که حال مادرشون خیلی خراب شد. اون موقع آرومشون کرد ولی آروم شدنی نبود.
اسماعیل شهبخش بود، عموی یکی از کشته شدگان مسجد مکی. هدف این برنامه نگاهی است به اتفاقات جمعه خونین زاهدان و توضیح شرایط سیاسی و فرهنگی منطقه برای کسانی که شاید شناخت کمتری از استان دارند. فعلا دو میهمان برای بحث داریم. مسعود رئیسی فعال حقوق بشر با ماست و اینجا در استودیو هم فریبا بلوچ فعال حقوق بشر مهمان ما هستند. اما از ایران هم عبدالمجید مرادزهی رو داریم، روحانی اهل سنت که از ایران همراه ما هستن روی خط تلفن. خوش آمد میگم به شما آقای مرادزهی. ممکن هست کمی شما الان از شرایطی که این روزها در منطقه حاکم هست به ما بگین؟ میدونیم که اعتراضات ادامه داشته، بازداشت‌ها هم گسترده بوده. با عرض سلام به میهمانان برنامه و بینندگان برنامه. شرایط در حال حاضر ما استان ما شرایط التهابی داره، حالت تشنجی داره و اون چیزی که از سوی جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و همه معتمدان و همه علما و نخبگان تأکید بر اون دارند، فعلا حفظ آرامش هست و حفظ امنیت هست و ما خودمون هم بر این باور هستیم و همه در انتظار اجرای عدالت هستند که بالاخره کسانی که به سوی مردم نمازگزار شلیک کردند شناسایی بشن، مردم خواستشون همین معرفی بشن، مجازات بشن، هم مباشرین قضیه و هم عاملین قضیه. شوخی نیست، بالاخره انسان حتی حالا آمار به هر حال مختلف هست، هنوز به نتیجه قطعی در مورد آمار نرسیدیم چون بالاخره فوتی‌های روزانه و هفتگی داریم. به هر حال انسان 100 تا گوسفند و 100 تا کبک در یک جا در یک روز در چند ساعت ذبح نمی‌کنه، ولی متاسفانه حالا در این حول و حوش انسان‌های بیگناه کشته شدند، شهید شدند، خون‌های ریخته شده و حدود یک ماه هم از موضوع از این جنایت بسیار بزرگی که انجام گرفته سپری میشه. هنوز هیچ اقدامی در جهت فروکش کردن التهابات موجود و در جهت مرهم گذاشتن بر زخمهای مردم و مخصوصا خانواده های داغدار اقدامی صورت نگرفته و همه منتظر اقدامی هستند که عدالت در اون اجرا بشه. همه ماها غیر از عدالت و غیر از حق چیزی دیگر انتظار دیگه نداریم. حق واضح بشه، روشن بشه برای مردم ما، چون مردم ما را متهم کردن به تجزیه طلب، متهم کردن به گروهک ها، متهم کردن به اغتشاشگر، چیزی که در شأن مردم ما نیست. مردم ما در حالی که جای نماز بر دوش داشتن، در حالی که بخش اعظمشون در داخل مصلی مشغول نماز بودند یا روی جای نماز نشسته بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و شهید شدند. انتظار ما از مسئولین همینه و همه مردم به انتظار نشسته‌اند تا ببین حق روشن بشه و عدالت اجرا بشه. آقای مرادزهی، پاسخ مسئولان تا به حال چی بوده؟ چی به شما گفتن وقتی پیگیری میکنید که به شما بگن در مسجد مکی چه اتفاقی افتاد، بعد از اون چه اتفاقی افتاد، چه پاسخی میدن؟ حالا در جلساتی که داشتیم مسئولین میگن ما تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، هنوز مشخص نشده و مردم ما و بزرگان ما، علما و نخبگان و سران طوائف به این جنبندی رسیدن و خواستشون این بوده که یه کمیسیون و کمیته حقیقتیابی بی‌طرف از تهران بیان مستقر بشن در زاهدان و این قضیه ریشه یابی بشه و بی‌طرفانه ریشه یابی بشه، عوامل قضیه شناسایی بشن تا اینکه خدا نکرده استان ما که شرایط خاص خودشو داره و استان مرزی هست، از یه طرف با پاکستان، از یه طرف با افغانستان، ما شاهد ناامنی بیشتر و شاهد کشتار و قتل و خونریزی های بیشتری نباشیم. هنوز امروز و فردا میکنن، قرار هست که هیئتی بیاد از تهران ولی تا به حال هنوز این هیئت نیامده و مستقر نشده. بله. ممنونم از توضیحات شما. مولانا عبدالمجید مرادزهی، روحانی اهل سنت از زاهدان با ما. متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. خانم بلوچ و آقای رئیسی کماکان با ما هستن. یک سوال عمده برای خیلی ها وجود داره، چون
از روایت هایی که از صدا و سیما و از حکومت میشنویم خیلی روشن نیست دقیقاً اون روز چه اتفاقی افتاد. آقای رئیسی، شما یه بخش کارتون کارهای خبری هست، شما میدونید اون روز چه اتفاقی افتاد؟ اگه به ما بگید از اول چطور اصلا اعتراض شروع شد، بعد در مسجد مکی چه اتفاقی افتاد، در مقابل اون کلانتری چه اتفاق افتاد؟ در روز جمعه 8 مهر ماه 1401 مردم پس از اینکه نماز جمعه رو خوندن در مقابل کلانتری 16 که در نزدیکی محل مصلی هست تجمع اعتراضی در محکوم کردن تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چابهار به یک دختر 15 ساله و همچنین همبستگی با مردمی که در سایر شهرهای ایران به پا خواسته بودند برگزار کردند. تجمع کنندگان در اونجا همراستا با اعتراضات مردمی در سایر شهرها شعار سر دادند. نیروهای امنیتی و نظامی که همیشه توی بلوچستان به اعتراض مسالمت آمیز مردم پاسخ گلوله دادند، ما قبلا هم شاهد بودیم، دوباره دست به ماشه بردند و صدها نفر رو اونجا به قتل رسوندند. میدونید جمهوری اسلامی یه شگرد خاصی در به خشونت کشوندن اعتراضات مسالمت آمیز داره. اینو نه تنها در بلوچستان ما شاهد بودیم، در سایر شهرهای ایران هم ما بارها شاهد بودیم. اتفاقی که توی زاهدان افتاد این بود که نیروهای لباس شخصی رهبری اعتراضات مسالمت آمیزی که مردم اومده بودن فقط داشتن شعار میدادن، رهبری این اعتراضات رو به دست گرفتن و شروع کردن به سنگ پراکنی به سمت کلانتری. این آغازی بود که ما بعداً شاهدش بودیم که چه اتفاقاتی رخ داد. من معتقدم این یه برنامه از قبل تعیین شده بود، چون نیروهای امنیتی و نظامی با چه هدفی آقای رئیسی؟ چون خیلی این رو میشنویم، خیلی ها برداشتشون این هستش که از پیش میخواستند که این اتفاق بیفته، اما با چه توجیهی، با چه هدفی؟ میدونید دو مسئله بود. یکی این که توی سایر شهرها ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم به خاطر قتل مهسا امینی. موضوع دیگه این که یه اتفاقی توی چاوار افتاده بود و این در واقع جمهوری اسلامی رو به هراس انداخته بود که اگر مردم بخوان به خاطر این موضوع اعتراض کنن مطمئنا کارشون به سختی پیش خواهد رفت. متوجه. موضوع باعث شده بود که در واقع سختگیری خاصی نسبت به تجمع حتی کوچیک تو بلوچستان، تو شهرهای بلوچستان، نه تنها زاهدان، شهرهای دیگه هم داشته باشن. خانم بلوچ، ما خیلی سخت هست برامون ترسیم اون چه که در سیستان بلوچستان میگذره. دیدید که ارتباط ما با اونجا به لحاظ اینترنتی کاملا قطع هست. ما با تلفن مستقیم با مولانا مراد زهی هم تماس گرفتیم. چقدر الان میدونیم که دقیقاً چی میگذره اونجا؟ ما امروز مثلا خبر اینو داریم که 2 مأمور سپاه کشته شدن. حکومت دائم روی این تاکید داره که وضعیت ناامنی هست، گروه‌های تروریستی هستن، گروه‌های مسلح هستن. مردم چی میگن از وضعیت؟ ببینید این ترفند جدید حکومت نمیشه گفت برای الان هستش. سال هاست که حکومت این تبلیغات سو رو بر علیه مردم بلوچ در منطقه انجام میده و تنها هدفی هم که همیشه داشته همه مردم میدونن. یعنی الان فکر کنم تمام مردم ایران هم مخصوصا در این جریان این اعتراضات که دیگه بعد از جمعه خونین زاهدان دست حکومت برای همه رو شده دیگه. اون تبلیغات سویی که همیشه بر علیه مردم بلوچ انجام میداد که تروریست هستن، قاچاق و میخواست یعنی همه ذهنیت خیلی بدی نسبت به مردم بلوچ در اذهان عمومی ایجاد بکنه و باعث بشه که به سمت بلوچستان کسی نره، نزدیک نشن به مردم بلوچ برای همچین روزهایی. اما و حتی این گفته آقای رئیسی که فرمودن که از پیش تعیین میفهمدن آماده بوده و شما گفتین که همه اینو میگن، علتش همین هستش. اونا با تبلیغات سویی که از قبل انجام داده بودن و فکر میکردن که خب ذهنیت همه نسبت به بلوچستان بد هستش، الان بهترین موقع هستش. در واقع یه سوء استفاده ابزاری حتی
از مردم بلوچستان انجام دادن اینجا به خاطر اعتراضات و تظاهراتی که در ایران بود، میخواستن به این سمت قشنگ برنامه‌ریزی کردن که با کوچکترین اعتراضی میبینید شما در ویدیوها میبینید که چند تا پسر بچه سنگ پرتاب میکنن به سمت کلانتری، چند تا جوان، حتی شعارهایی که دادن، حتی اعتراضهایی که مردم اون روز انجام دادن به شدت اعتراضات داخل ایران نبود، ولی به شدت سرکوب میشن در عرض یک ساعت بیشتر از 100 نفر. چرا؟ به خاطر اینکه میخواستن، این من قبلا هم گفتم، میخواستن فقط به مردم ایران بگن که ببینید شما اگر اعتراض انجام بدین، اگر ایران اغتشاش بشه، از این طرف تروریستایی که داخل نزدیک مرز هستن حمله میکنن و یه آشوب خیلی کلی توی ایران به وجود میاد. من سوالم راجع به همین هست. من عذرخواهی میکنم اگه خیلی به نظر دور از واقعیت میام یا خبر ندارم، چون به هر حال وضعیت منطقه وضعیتی هست که خیلی بیرون از اونجا مطلع ممکنه نباشن افراد. اینکه گروه‌های مسلح اونجا زیاد هستند درسته؟ این که حکومت میگه چقدر واقعا اونجا حضور محسوس دارن این نیروهایی که ببینید یک چیزی که حتی در سخنان مولانا عبدالحمید هم بود، من فکر کنم این دیگه قضیه رو کاملا روشن بکنه. شما خودتون ببینید روزی که این اتفاق افتاد چند نفر بلوچ اونجا کشته شد، چند نفر بچه بودن. ما آماری این که الان میدن بالای 100 نفر، 103 نفر یا 14 تا کودک یا 300 تا زخمی خیلی بیشتر هستش. اینو فقط چیزی که الان ثبت شده و ما صحبت میکنیم خیلی بیشتر از اینه. چیزی که هست وقتی که همچین اگر اشرار یا افراد مسلحی حضور داشتن در اونجا، چرا از افراد خودشون کسی کشته نشده؟ یا مثلا 100 نفر از ما کشته بشه، بچهای ما کشته بشن، ولی 10 تا سرباز از اونا کشته نشه؟ اگه مردم اسلحه داشتن چرا همچین اتفاقی نیفتاد؟ واقعا من میخوام یکی دیگه از در واقع توصیف هایی که از اتفاق اون روز داریم رو بشنویم. امیرحسین پرنیان 19 سال است. خیلی از کسانی که اون روز کشته شدن در زاهدان کودک و نوجوان هستن. بشنویم از خانواده‌اش که چه اتفاقی افتاد. فرزند من امیرحسین 19 سال داشت، تازه دیپلم رشته تجربی گرفته بود. بین ساعت 6:40 که به اونجا رسیده بود، یک شاید 5 دقیقه تا حداکثر 10 دقیقه اطراف مسجد مکی، ضلع شرقی مسجد مکی، اونجا با تعدادی از دوستان ایستاده بود، منتظر نماز عشا بودن. حدود ساعت 7:25 من برادرم زنگ زد که یک اتفاقی افتاده برای امیرحسین. با برادرم محمود رفتیم بیمارستان. دیدم یه نفر لای پتو پیچیدن، گفتن گلوله خورده. یعنی شاید یه دقیقه بعد از اینکه گلوله خورده بود، دم در مسجدم خورده بود بهش گلوله، توی خیابون توی جای خونه مولانا. این بنده خدا گلوله خورده بود تو چشمش و از زاویه بالا بود، چون از پشت گلوله اومده بود بیرون. من اون لحظه فقط دیدم صورتش خونیه و نفس میکشید. گفتن یکی گفت شهید شد، خودم رفتم پایین ببینم واقعا شهید شد یا نه. دیدم نه، هنوز نفس داره. به یک از دوستان گفتم سرش تو بغلش بگیره که خون خفهش نکنه، چون از دهن و بینیش خون می اومد. یک از بچه‌ها رو گفتم شما جلو بشین. این موقع شب بود، تاریک بود. اومدیم اینو سوار کردیم، طبق معمول جفت راهنما و چراغا روشن و اون پرچم سفیدم دستم بود. داد زدم به مامورا، داد زدم زخمیم. خودشونم منم میشناختن. شما اگر از اونا بپرسین واقعا وجدانن، اگه وجدان داشته باشن، چون من میرفتم میومدم، خودشونم میدونستن. ولی این دفعه دیگه از دو طرف به گلوله بستن. تمام شیشه های ماشین ریخت. نزدیک اشتباه نکنم شاید دور و بر پاساژ خلیج فارس دیدم پای چپم سوخت و یک دردی اومد بالا. به دوستانم گفتم که پام مثل که تیر خورد، ولی خب میتونستم تحمل کنم، چون همه وقتی گفتم پام سوخت، 2 نفری که همراهم بودن، او زخمی که تو عالم خودش نبود تکبیر گفتن. با کلمه تکبیر انرژی گرفتم. رفتیم تا بیمارستان. رفتیم دم در بیمارستان، دم اورژانس، بچه ها صدا زدن یک زخمی بدحال داریم و راننده هم زخمی شده. بدحال بنده خدا همون آخرین نفری که بود که بعدها من فهمیدم آقای امیرحسین پرنیان بود. بعد از 2-3 دقیقه منو بردن داخل سردخونه و من با جسد خونین پسرم مواجه شدم. در کلانتری 16 مسئولی که رسیدگی به پرونده ها رو به عهده داشت میگفت که ما اصلا نیروی انتظامی
در خیابان خیام حضور نداشتیم. صحبت‌های ابراهیم پرنیان بود، پدر امیرحسین پرنیان. خیلی تصاویر دردناک و تلخی رو توصیف کردن در این ویدیو. آقای رئیسی، ما می‌بینیم که این کسانی که ازشون به خصوص میشنویم همه آدم‌های دینداری هستن، در حال رفتن به مسجد بودن برای نماز خواندن. مسئله مذهب، اینکه در واقع اختلافات شیعه و سنی چقدر الان مسئله عمده است در سیستان و بلوچستان، چون خیلی روش تاکید میشه در ایران که مثلا این جدایی طلبان هستند و سنی هستند و اصلا یک جوری میخوان اینها رو فاصله بندازن با بقیه کشور. من قبل اینکه به سوال شما پاسخ بدم، موضوعی که من فکر میکنم هیچ وقت تا حالا بهش پرداخته نشده توی رسانه‌ها این بود که دو علت عمده وجود داشت که کشته هایی که ما توی جمعه شاهد باشیم بالای 100 نفر برسه. یکیش این که تجمع جمعیت زیاد بود و نیروهای امنیتی بدون هیچ مماشاتی تیراندازی می‌کردن به سمت مردم. علت دوم موضوعی بود که همین آقای ریگی مطرح کردن که پخش کردین شما، این که حتی نیروهای امنیتی به کادر پزشکی، به آمبولانس ها هم اجازه نمیدادن که بیان به مجروحین خدمات رسانی کنن و این باعث شده بود که حتی کسایی هم که با خودروی شخصی میخواستن کسی رو ببرن بیمارستان، اونا رو هم مورد تیراندازی قرار میدادن و بدین صورت زخمی میکردن. اما موضوع مذهب توی بلوچستان میدونید خب اکثر جمعیت اونجا سنی مذهب هستن، منتها جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که این موضوع رو اونجا بولد کنه به کسانی که ما مثلا توی بلوچستان تا الان که بیش از 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته حتی یک استاندار بلوچ سنی مذهب نداشتیم. اینها همه باعث شده که تازه همین فرماندار و بخشدار هم تا همین چند سال قبل هم نداشتیم. بعد از همین دولت‌های اخیر، بعد اینکه مردم بسیار انتقاد کردن از جمهوری اسلامی، مجبور شدن که حداقل بخشدار و یا فرماندار تعیین کنن. بنابراین می‌فرمایید که به هر حال این بحث تفاوت مذهبی و اینکه مثلا سیستانی شیعه احتمالاً به عنوان مسئول انتخاب میشه در جایی که بلوچ‌ها ساکن هستن، خودش یک مسئله داغی در منطقه هست، مورد توجه بلوچ‌ها هست. مسئله دیگه برای من و سوالی که دارم این هستش که چقدر مرتبط هست این اعتراضاتی که در بلوچستان می‌بینیم با اونچه که در بقیه ایران می‌بینیم، چون اونچه که در بقیه ایران داره اتفاق میفته خانم بلوچی یک زاویه تحول اجتماعی داره. افراد از اینکه در واقع شرایط مذهبی به زندگیشون تحمیل بشه ناخرسند هستن، میگن اگه حجاب هست من خودم باید انتخاب کنم، نه اینکه شما این رو به من اجبار کنید. آیا در سیستان و بلوچستان هم چنین وضعی هست؟ آیا زنان در اونجا چنین نگاهی دارن؟ ببینید در این که خب بلوچستان نسبت به شهرهای دیگه ایران جو مذهبی تری داره، خب هیچ شکی نیستش، ولی اینکه زنان بلوچ چقدر در این اعتراضات نقش داشتن، خب ببینید شاید این بحث هدفی که مردم ایران اونا در مردم ما هم دنبال میکنن، چون در واقع بحث اجبار هستش، اجبار در تمام موارد زندگی که یکی از اونها شامل حجاب هستش. نسل جدید، زنان و دختران جدید هم، حتی کسان ما میبینیم حتی کسانی برای من ویدیو میفرستن مثلا چادر آتیش میزنن. حجاب خیلی نقش پررنگی در بلوچستان داره، ولی اونها هم الان به این اعتراضات پیوستن، چادر آتیش میزنن یا مثلا نه به حجاب اجباری میگن، به خاطر اینکه میخوان همگام و همراه با این تظاهرات باشن و بگن که اونها هم خسته شدن. ببینید ما در بلوچستان بحث زنان بلوچ یک بحث خیلی مفصله. ما در قبل از اسلام، اگر قبل از جمهوری اسلامی یعنی انقلاب ایران که ما اگه تاریخ بلوچستان رو مرور کنیم، زنان بلوچ ما هیچ وقت، شما پوشش من رو میبینید، یک پوشش کاملا یک پوشیده هست، بلند هست و چقدر زیباست. ممنونم. و ما هیچ وقت چیزی به نام چادر
مشکی توی فرهنگ بلوچستان نداشتیم و این دستاورد حکومت اسلامی هستش که برای ما آورده. زنان بلوچ ما در تمام صحنه‌های رزمی حتی با دوشادوش مردان بودن، حتی روی همین شال و روسری زن قسم می‌خوردن. من وقتی برمیگردم به گذشته، مثلا به 50 سال پیش، وقتی آلبوم عکس‌های مادرم اینا رو می‌بینم، هیچ ردی از چادر مشکی نیست. همه پسرعمو، دخترعمو، همه کنار هم با همین لباس، با همین پوشش و کنار هم راحت دارن زندگی میکنن و در فرهنگ ما در واقع این نبوده. ما زنانی داریم مثل بانلی که با شاه دهلی میره میجنگه، لباس رزم میپوشه، خیلی بانوان دیگه جنگاور ما داشتیم و این دقیقاً دستاورد و نسل جوان ما خوشبختانه به خاطر این ارتباطات اجتماعی که الان خیلی زیاد شده، رسانه ها که الان خیلی فعال شدن، میخوان ببینید. شاید مثلا وقتی که یه جمله امروز داشتم میخوندم که احمد شاملو با سارتر که وقتی داشتن صحبت میکردن زمانی که انقلاب شده و بهش گفته چرا به من تبریک نگفتی که همچین انقلابی در کشور ما ایجاد شده، بعد گفته که من چه تبریکی به شما بگم که شما به قهقرای تاریخی رفتین، شما وارد یک انقلاب مذهبی شدین و شما تازه خیلی وقت دارین و یک انقلاب دیگه‌ای باید بشه که مثلا همه چی در کشور شما عوض بشه. در صورتی که بلوچستان اینجوری نبوده. بلوچستان اصلا همچین مذهب اینقدر پررنگ نبوده، مردم بودن پایبند به چادر بودن، روی چادر زن قسم می‌خوردن، ولی این حالتی بوده، با همین شالشون بوده. من خیلی وقت کمی حدود 1 دقیقه یک صحبتی هم از طرف حکومت خیلی شده در مورد جدایی طلبی. من میخوام خیلی کوتاه آقای رئیسی بگید چقدر بحث جدایی طلبی اساساً مطرح هست بین بلوچ‌ها، اونها چقدر به این موضوع علاقه نشون میدن؟ ببینید، جدایی طلبی، در بحث جدایی طلبی توی بلوچستان به اون صورتی که جمهوری اسلامی داره تبلیغات میکنه که از این مسئله به نفع خودش بهره برداری کنه وجود نداره. اگر بگیم تجزیه طلبی، در واقع تجزیه طلبی و جمهوری اسلامی داره اونجا تحمیل میکنه با سیاست هایی که داشته، با رفتارهایی که در طول این سالها ما شاهد بودیم. این خود جمهوری اسلامی بوده که تلاش کرده این تفکر رو اونجا در واقع جا بندازه. ممنونم از شما. 30 ثانیه وقت داریم، اگه شما هم می‌خواید در مورد این صحبت کنید. دقیقاً همین، من موافقم با آقای رئیسی و این یکی از ترفندهاش بود که اینو پررنگ کنه برای همین روزها، ولی خوشبختانه چیزی که الان من می‌بینم مخصوصا بعد از تظاهرات مردم در برلین، دیگه حنای جمهوری اسلامی رنگی نداره و هیچ کس دیگه باور نمی‌کنه این بحث تجزیه طلبی رو، چون که حتی با اون همه تبعیضی که توی بلوچستان این همه سالها انجام شده، مردم بلوچ فقط دنبال اینن که یک حقوق انسانی مشترک داشته باشن و از کرامت انسانی برخوردار باشن مثل همه هموطنانشون. خانم بلوچ و آقای رئیسی، ممنونم که در این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما که همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.